خب ماجرا از اونجایی شروع شد که من و زهرا رفتیم یزد واسه استقبال از خاله که از حج میاد. وقتی که رسیدیم دنبال این بودیم که یه کادو بخریم. این مغازه اون مغازه. وقتی خوب گشتیم به این فکر افتادیم که ساعت بخریم. شب که شد باید گل میگرفتیم میرفتیم استقبال. این گل خونه، این مغازه، این گل فروشی، ولی ما این گل خریدیم. همه توی فرودگاه منتظر رسیدن خاله بودیم و واقعا حس حال عجیبی بود. فردای اون روز تصمیم گرفتیم با دختر خاله ها و دختر دایی ها بریم بگردیم توی یزد. داریم میریم آتشکده رو با هم ببینیم توی یزد. داریم میریم داخل. سلام، داریم میریم آتشکده رو ببینیم. من زودتر رفتم داخل. اول بریم داخل رو ببینیم. آره. برای که با نفسشون آتش آلوده نشه، چون آتش مقدسه. شاید باورتون نشه ولی این آتش بیش از 1500 ساله که خاموش نشده و وقتی که حتی موبدان مجبور بودن که آتشتون رو جابجا کنن و به جای جدیدی ببرن مواظبت کردن و نذاشتن که این آتش خاموش بشه. یه شعله رو آدم نگه داره. و یه چیزی که خیلی ها نمیدونن، زرتشتی‌ها آتش پرست نیستن. اونا باور دارن که خدا از جنس نور و روشناییه، پس باید به سمت نور دعا کرد، نماز خوند و قبله زرتشتیان در واقع نوره و روشنایی روز، آتش، لامپ، شمع و هر چیزی که میتونه نور رو ایجاد کنه و تاریکی رو از بین ببره. توی این سالن خانم راهنما در مورد نماز و آداب زرتشتیان چیزای زیادی گفت که متاسفانه جزئیاتشو یادم نمونده. اینجا قبلا آب انبار بوده ولی دیوارش شکافتن که ما بتونیم بیایم ببینیم. اونجا نوشته بود که جنس دیواره آب انبار از جنس ساروجه و اینکه میتونیم گشت دست بزنیم و ساروج رو از نزدیک احساس کنیم. نور. گوشتای من تا اشم اهم بیش ویدوا اهورا برجوخ زایی به چنگ ها شایم نو هیز با واسو ثوا آثرا سوخرا مزدا ونگ ها ویداتا با اینکه خیلی سخت بود ولی باید از آتشکده دل میکندیم و میرفتیم جای بعدی. داریم میریم مسجد جامع. چه ساعت؟ جریم جیم جیم. آره. مادی مسجد جامعه بهمون چادر دادن، گفتن چادر بپوشین، با چادر بریم تو مسجد و من کیفم اینجوری روز رو به سبک خودم چادر پوشیدم. چه میتنه یا؟ چه میده؟
حتی اگه آدمی باشید که خیلی عکس نمیگیرید یا اصلا عادت ندارین عکس بگیرید، اگه برید مسجد جامع، اگه برید خیابونای اطرافش، اگه برید تو اون بازارهای قشنگ قدم بزنید، واقعا نمیتونید جلوی خودتون رو بگیرید و هی مجبورید که گوشی رو بیارید بیرون و عکس بگیرید از زاویه‌های مختلف، شاید از خودتون حتی نخواین بگیرید، شاید بخواین از بقیه بگیرید، از اون منظری که میبینید. و این چیزیه که واسه همه اتفاق میفته وقتی تو خیابونای یزد قدم میزنید. موج موی تو نه در این حادثه چه زیباست.